برای راه اندازی این دستگاه ابتدا اون رو به برق متصل میکنیم. سپس دکمه ست رو به مدت 10 ثانیه نگه میداریم. توی تنظیمات گوشیتون قسمت وای فای به هوشی A متصل میشیم و در مرورگر IP 192.168.50.1 رو وارد میکنیم و وارد یه همچین صفحه میشیم. توی این قسمت SSID و پسورد مودمتون رو وارد میکنید و آیدی خود دستگاه رو هم میزنید و ارسال میکنید. این پیام به ما نشون میده که دستگاه به وای فای متصل شده.